سلام دوستان، خوش اومدید به یه پادکست دیگه با من. موضوع این پادکست درباره بهترین نقاش دنیا یعنی ونسان ون گوگ هستش. ما میخوایم با هم دیگه از تولد تا مرگ ونسان ون گوگ رو در این پادکست به شما توضیح بدیم. لطفاً تا آخر پادکست با ما همراه باشید. ونسان ون گوگ چه کسی بود؟ ونسان ون گوگ نقاش سبک امپرسیونیسم بود که آثار او از جنبه‌های زیبایی، احساس و رنگ بسیار قابل توجهی داشت. آثار ون گوگ به شدت هنر قرن 20 و تحت تاثیر قرار داد. متاسفانه ون گوگ از بیماری روانی رنج می‌برد و در طول زندگی خود فقیر و تقریباً ناشناخته باقی ماند. یافتن آرامش در هنر. تو پاییز 1880 ون گوگ تصمیم گرفت به بروکسل برود و هنرمند شود. از آنجایی که ون گوگ هیچگاه به طور رسمی در زمینه نقاشی تحت آموزش قرار نگرفته بود، مورد حمایت مالی برادرش تئو قرار گرفت. ون گوگ آموختن دروس و مطالعه کتاب‌های مانند کار میدانی اثر ژان فرانسوا میله و درس نقاشی اثر بارگو را به صورت خودآموز شروع کرد. هنر ون گوگ به او کمک کرد تا از نظر عاطفی متعادل بماند. او در سال 1885 اولین شاهکار خود یعنی سیب زمینی خورا را خلق کرد. تئو که در آن زمان در پاریس زندگی می‌کرد معتقد بود که این نقاشی در پایتخت فرانسه، جایی که امپرسیونیسم در دوران اوج خود بود، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. با این وجود ون گوگ تصمیم گرفت به پاریس نقل مکان کند و بدون دعوت در خانه تئو حضور یافت. در مارس 1886 تئو از برادرش تو آپارتمان کوچیکش استقبال کرد. تو پاریس ون گوگ ابتدا با هنر امپرسیونیسم آشنا شد و از رنگ و نور الهام گرفت. بعد تحصیلات خودش رو نزد هنری آغاز کرد. در پاریس ون گوگ و دوستانش به جای استخدام مدل‌ها برای یکدیگر جسم گرفتند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. چرا ون گوگ گوشش رو برید؟ در دسامبر سال 1888 ون گوگ در آرل فرانسه تنها میتونست قهوه، نون و نوعی شراب تهیه کنه و احساس میکرد که بیمار شده. اندکی بعد مشخص شد که ون گوگ علاوه بر بیماری جسمی از سلامت روانی چندانی نیز برخوردار نیست. در آن زمان گفته میشد که ون گوگ علاقه زیادی به بلعیدن رنگ‌ها داشت. برادرش تئو نگران بود و به پل گوگن پول داد تا از ونسان در آرل مراقبت کند. در عرض 1 ماه این 2 نفر دائما با هم مشاجره می‌کردند و یک شب پس از درگیری گوگن خانه را ترک می‌کند. ون گوگ به تعقیب او می‌پردازد و وقتی گوگن به عقب خود نگاه می‌کند ون گوگ را می‌بیند که با تیغی در دست آماده حمله به اوست. ماجرای خودکشی ون گوگ. ون گوگ درباره آینده خود دلهوره زیادی داشت. در ماه می 1890 برادرش تئو به ملاقاتش رفته بود
و به او گفت که باید در مورد امور مالی سختگیری بیشتری بکند. ون گوگ از حرفهای برادرش اینطور برداشت کرد که تئو دیگر علاقه‌ای به فروش آثار هنری او ندارد. در صبح روز 27 ژانویه 1890 ونسان ون گوگ طبق معمول هر روز برای نقاشی به بیرون میرفت، اما این بار با یک تپانچه پر. او گلوله‌ای به خود شلیک کرد، اما در اثر اصابت این گلوله نمرد و روز بعد او را غرق در خون یافتند. ون گوگ که به یکی از بیمارستان‌های اطراف منتقل شد و کمی بعد تئو به ملاقاتش آمد. خب دوستان، به پایان پادکستمون میرسیم. منتظر پادکست های دیگه و قسمت های دیگر باشید.